بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. هناك ما درس خضرا از رسالة الشيخ علامة محمد بن صالح العثيمين دوام لهم المسمى به 48 سؤالا في الصيام، يعني 48 سؤال آیدی روزه. ما بعون الله سبحانه و تعالی موضوع مهمی را از اولی این کتاب سر کردیم، آنجا که شیخ فرمود که ماذا یجب ان نفعله فی رمضان، برای ما چی واجب است که ما همان را در ماه رمضان انجام دهیم. بعد از آن یک چند حادثه های بزرگ که در ماه شریف رمضان روی داده شدگی است همچون مناسبت گفت ذکر کرد. یکم مناسبت از همه بزرگترین و سببی و باعث سعادتمندی و نیرویی یا که نیرومندی مسلمانان بود، این چی بود؟ ان الله تعالی انزل فیه القرآن، در این ماه الله سبحانه و تعالی قرآن نازل کرد. بنابراین کسی که به قرآن افتخار کند همون کس عزیز و سربلند می شود، و کسی به غیر قرآن به دیگر قانونهای یعنی ساخته و بافته افتخار کند، دیگر الله سبحانه و تعالی او را خوار و ذلیل و تحقیرش می کند. نعم، امروز درس ما آغاز می بود المناسبة الثانية في هذا الشهر المبارك، یعنی دویم مناسبت یا که دویم حادثه که در این ماه مبارک روی داده است، غزوه بدر، جنگ بدر. وكانت غزوه بدر في السنه الثانيه من الهجره. اگر پرسن که جنگ بدر در کدام وقت روی داده بود، میگید که جنگ بدر در سال دوم هجری، یعنی 2 سال شده بود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را از مکه به مدینه هجرت کردنشان را جنگ بدر واقع گردید. و کان سببها ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سمع ان عیر القریشی یکی عیرا لقریش یقودها ابو سفیان قادمه من الشام الى مکه. سبب جنگ بدر از چی روی داد یا که به کدام سبب این شد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنید که کاروان از آن قریشی ها با راهبری ابو سفیان، یعنی ابو سفیان وی را راهبری کرده شد، یک کاروانی را که از شام به مکه رفته ایستاده است. این خبر بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که رسید، اون وقتا یعنی که ابو سفیان کافر بود، حال اسلام قبول کردگی نبود. فلما علم بذلك ندب اصحابه السریع منهم، و دعوت کرد صحابه هاش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از این که دانستن تیز شتاب کرده و یارا چیکار کردن؟ تیز یعنی بنازی من بیاد گفته ان یخرجوا الى هذه العیر، که از ایشان درخواست کرد، طلب کرد که روند بنازی، یعنی که همین کاروان من اجل ان یاخذوها، همون کاروان گیرند و بست. لأن قريشا استباحت اخراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصحابه من ديارهم واموالهم، چون که قریشی ها یکم چیکار کردن؟ مباح دانستن، روا دانستن برآورده به درگاه پیش کردن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و صحابگانش را از دیارشان، از وطنشان، از کشورشان و از مال و ملکشان، مال و ملک دیار پرتافته رفتن. ولم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد ولا ذمه. در اون حینی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صحابه ها گفت که هجوم کنن به این کاروان، اون وقتا بین ایشان و یا که بین کافرها و بین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یگان عهد و یگان پیمان، یگان شرطنامه نبود، چخیلی که امروز شرطنامه است. بنابراین میگم که یعنی هجوم کردن، هجومی افرادی یا که جماعی، گروه در دیگه دولت‌های کافر هیچ ممکن نیست هجوم کردن، برای خاطر آن که امروز عهد و پیمان هستند. فخرج صلی الله علیه و آله و سلم الى عیرهم من اجل ان یاخذها. بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به طرف همون کاروان ایشان برآمد، به خاطر اینکه همون کاروان گیرد به مال و ملکش. و خرج بعدد قلیل، به عددی کمی برآمد، 310 رجلا، تقریبا 300 چند تا 316 317 گویم مرد تقریبا. لانهم لا يريدون الحرب، چون که ایشان اراده جنگ را نداشته بودند، ولكنهم يريدون اخذ العير فقط، ولی ایشان فقط اراده گرفتن چه همون کاروان را داشتن و بس.
فلم يخرجوا الا بهذا العدد القليل، برای خاطر همین است با همین عدد و همین شماره کم برآمدند. و معهم 70 بعیرا، همراهشون یعنی همراه می 300 و چند نفر 70 اشتر بود که یتعقبونها، نوبت به نوبت سوار می شدند همون شترها را، و فرسانی فقط 2 اسب بود. اما ابو سفیان الذي كانت معه العير، اما ابو سفیان که همراه او بود یعنی این کاروان، فارسل الى اهل مکه یستحثهم، با طرفی به اهل مکه خبر فرستانید که و یارا بیدار کرد و یارا هشدار کرد تا یارتون بینید که به ما هجوم کرده شدن، لیحموا عیرهم و یمنعوها من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خبر کرد که اهل مکه چیکار کنن، یعنی که کاروانشون حمایت کنن و یمنعوها باز دارن از رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی این عبر نیتل نمیگن، عبر نیت کردن. نعم. فخرج اهل مکه بحدهم و حدیدهم، اهل مکه به تمام چیزی تیر و تفنگشان، به حد گفته چیزی تیزی نمیگویند، یعنی به نیزه و به سیخشان، به آهن و هر چیزشان برآمدند. و کبریائهم و بطرهم، به کبرشان و به یعنی افتخارشان، خرجوا کما وصفهم الله بقوله، برآمدند چخلی که الله سبحانه و تعالی در سخن خود آنها را وصف کرده، گفت در سوره انفال آیه 47 خرجوا من دیارهم بطرا، از دیارشان برآمدند همچون بطرا، یعنی که افتخار کرده، کبر کرده، و رئاء الناس، خود نمایی کرده به مردم، و یصدون عن سبیل الله، از راه الله باز می داشتند. والله بما یعملون محیط، الله به کردار ایشان احاطه کننده است. بود وفي أثناء الطريق بلغهم أن أبا سفيان نجى بعيره من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، در میانی راه بودند که به ایشان خبر رسید که ابو سفیان یعنی کاروانش را از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم رها کرده است، نجات داده است. فاستشار بعضهم بعضا، بعضی با بعضی دیگر مصلحت کردند چیکار کنیم، اکنون هجوم کنیم یا که نرویم برگردیم، چیکار کنیم، یعنی که کاروان ما را ابو سفیان خلاص کرده از محمد صلی الله علیه و سلم. هل یرجعون او لا یرجعون، برگردن یا که برنگردن کرده، یا که گفته مصلحت کردند. فقال ابو جهل گفت و کان زعیمهم، که راهبری اونها بود، والله لا نرجع حتى نقدم بدر، گفت که قسم به الله بر نمیگردیم. چرا برگردیم؟ باید که ما رویم به بدر رفته رسیم. فنقیم علیها 3، در اونجا 3 شبانه روز باید که ما استیم. ننحر فیها الجزوره، در اونجا یعنی بعضی اشترای بنیت قربانی داشتگی ما رو در همونجا قربانی میکنیم. و نسقا فیها الخمور، در اونجا عرق خوری میکنیم. و تعزف علینا القیان، و دخترها برای ما رقص و نوازش میکنن. و تسمع بین العرب، که خبری ما را همه عرب ها شنوند. فلا یزالون یهابوننا، و همیشه از ما ترسیده استند ابدا تا آخره. فهذه الكلمات تدل على الكبرياء والغطرسه، این سخنهایی که از دهان این خبیث خارج می شدند دلالت به چی؟ به کبر و به تکبر و به افتخار میکرد، به خود نمایی میکرد. و الثقه بالباطل، باوری به باطل میکرد. لیدحض به الحق، میخواست که یعنی چیکار کنه؟ به همین حق پوشاند. والتقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم وقوتهم، واخری کردن روبرو زدن با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به نیزه و به تیر و تفنگشان و به کبر و افتخارشان و به قوتشان روبرو زدن. و كانوا ما بین 900 و 1000، میانی یعنی که 900 تا 1000 تا بودن. اما النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابه، اما پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و صحابگان او باشند، فكانوا 310 رجلا، 300 و چند بودند. والتقت الطائفتان، 2 طائفه روبرو زدن، جند الله عز وجل و جند الشیطان، و جنود الله عز وجل و جنود الشیطان، یعنی سربازان الله عز وجل و سربازان شیطان روبرو زدن. و كانت العاقبه لجنود الله عز وجل، و نتیجه به فایده سربازان الله عز وجل شد. قتل من قريش 70 رجلا من عظمائهم وشرفائهم ووجهائهم، از قریشی ها 70 نفر را کشته شد، از بزرگانشان، از آبرومندانشان، از کسانی که مثال گیریم
نامی بودن مشهورشان و اسیر منهم 70 رجلا، از آنها 70 نفرشان را اسیر گرفته شد. و اقام النبی صلی الله علیه و آله و سلم 3 ایام فی عرصة القتال كعادته. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همچون عادت خود در آن میدانی جنگ، در میدان جنگ 3 شبان روز در آنجا ایستاد. بعد الغلبه و ظهور، بعد از غلبه و غالب آمدن بر سر این کافرها. و فی اليوم الثالث رکب حتی وقف على قلیب بدر، و در روز سیوم باشد سوار شد به همون چیزی سوار می شدگیش، حتی در بالای یعنی در بالای گویم در سر قلیب بدر، یعنی که قبرستان بدر استاد. التي القی فيها من صنادید قریش، در اونجا پرتافته شده بود رهبران قریش 24 رجل، تقریبا یعنی که 24 کسی از رهبران قریش در اونجا پرتافتگی بود جسدشان. وقف على القلیب یدعوهم باسمائهم، در بالای همین قبرستان به نام قلیب استاده و اینها را نامگیر کرده، نامهاشون فریاد کرده گفت و نام پدراشون ذکر کرده گفت یا فلان ابن فلان، ای فلانی پسری فلانی، هل وجدت ما وعد ربكم حقا، یافته درک کردید، حس کردید، دیدید آنچه را که پروردگارتان یعنی از روی حقانیت وعده کرد حق بوده است. اینی وجدت ما وعدنی ربی حقا، من هم یعنی یافتم دیدم آنچه را که پروردگارم مرا وعده کرد حق و حقانی. فقالوا یا رسول الله، صحابگان در گرد اطراف گفتن ای پیغمبری الله، کیف تکلموا اناسا قد جیفوا، گفتن که ای پیغمبری الله تو چه خیلی صحبت میکنی، حرف میزنی با یک انسان هایی که ایشان چی شدن؟ ایصار و جیفه، مردار شدن، پوسیده ان. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت ما انتم باسمع لما اقول منهم، یعنی آنچه را که من برایشون گفته شده ایستاده‌ام یا که گفته شنوانیده ایستاده‌ام، یعنی شما از ویها را دیده حالا شنواتر نیستید، یعنی وی از شما خوبتر میشنوند حالا. ولکنهم لا یستجیبون، ولی ویها جواب دادن نمیتوانند. او قضیه که گفت که ولکن لا یرجعون قولا، یگون سخنه یعنی که جواب دادن نمیتوانند گفته. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین گفت. المناسبة الثالثة سيم نعم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة النبوية منتصرا ولله الحمد. بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه پیغمبری برگشت همچون غلبه کرده، همچون غالب. شکر الله حق سبحانه و تعالی. المناسبة الثالثة سيم مناسبة سيم حادثة فتح مكة. فتح مكة هم در روزی یعنی که در ماه رمضان روی داد. كانت مكة قد استولى عليها المشركون وخربوها بالكفر والشرك والعصيان. مکه در همون وقتا یعنی رهبری ویها یا که ویا را زیر دست گرفته بودند مشرکا و یا به خرابی آوردن به سبب کفر و شرک و معصیت ها. فأذن الله سبحانه و تعالی لنبیه صلی الله علیه و علی آله و سلم في يوم الجمعة في 20 من شهر رمضان. نعم. فأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاتل أهلها. بعد ذن الله سبحانه وتعالى إجازة بخشید برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم أن يقاتل أهلها، چکار کند؟ با اهل مکه بجنگد. و احلها له ساعة من نهار، یک ساعت یک وقت معین از روز یعنی برای پیغمبر حلال گردانید در این جنگیدن را. ثم عادت حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح. بعد از آن حرمتی کعبه یا که مکه برگشت بعد از فتح مکه همچون یعنی که پیش از فتح خیلی حرمتی داشت. و دخلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة في 20 من شهر رمضان. و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد مکه شد در روز جمعه در 20 ماه رمضان عام 8 من الهجرة، سال 8 هجری. مظفرا و منصورا، همچون یعنی که پیروز غلبه کرده شده، نصرت داده شده. حتی وقف على باب الكعبة و قریش تحته، حتی ایستاد در در کعبه و قریشی ها باشند در زیر در کعبه. ینتظرون ماذا یفعل بهم، انتظار آن را بودند که چی میکرده باشد به آنها. فقال لهم، بس برایشان گفت یا قریش ما ترون انی فاعل بكم، شما چی گمان دارید من به شما چی کردنی هستم؟ قالوا خیرا، گفتن نیکی. اخ کریم
أخ كريم وابن أخ كريم، يعني برادري سخاوتمند و پسری برادري سخاوتمند. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، بروید همتون آزاد. نعم. فمن عليهم بعد القدرة عليهم، يعني اونها را چیکار کرد؟ با اونها یعنی بخشید بعد از توانا شدن بر ویها، یعنی میتوانست که ویها را نیست و نابود کند، بعد از این قدر قوت و توانایی اونها را بخشید. و هذا غایت ما یکون من الخلق والعافی، این از همه اخلاقی و عفی خیلی هم بزرگ است که از این زیاد هم نمیشود در مخلوق. وبعد عرض المناسبات في هذا الشهر لنا أن نقول ما الذي ينبغي أن نفعله في شهر رمضان. بعد از پیشنهاد کردن این مناسبات و این حادثه هایی که در این ماه بزرگ روی داده است برای ما باید که اکنون گویم که چرا لازم است که ما در این ماه بزرگ انجام دهیم. الذي نفعله في هذا الشهر المبارك، باید که ما در این ماه مبارک رمضان انجام دهیم. اما واجب، بعضی چیزا هستن که در این ماه انجام دادن ما واجب است، و اما مندوب یا که مستحب است، امر خوب است. فالواجب هو الصيام، واجب آن است که در این ماه باید که ما روزه بگیریم. والمندوب هو القيام، مندوب یعنی که مستحب آن است که مثال چیکار کنیم؟ شبش را با قیام، با شب زنده داری، با نماز و تراویح گذرانیم. ان شاء الله بعد دوامش پگاه خواهیم گرفت. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا. والحمد لله رب العالمین و بارک الله فیکم.